و اگر زنی بیم آن داشت که بی‌توجهی و دوری شوهرش از او باعث جدایی شود، باکی نیست که هر دو نسبت به صلح و سازش مابین یکدیگر اقدام کنند، زیرا صلح و سازش بهترین چیز هاست. اگرچه مردم در این مورد بخل می‌ورزند، اما شما نیکی کنید و گذشت داشته باشید و حرمت نگاه دارید، زیرا خداوند نسبت به عملکردتان آگاه است. البته هرچه تلاش کنید هرگز نمیتوانید بین زنانتان عدالت را برقرار کنید، اما تمام توجه و توانتان را معطوف یکی نکنید تا همسران دیگرتان را بلا تکلیف رها کرده باشید. و اگر سازش کنید و حرمت نگاه دارید، خداوند نیز بسیار بخشنده و باگذشت است. و اگر سازگاری نشد و آن دو از هم جدا شدند، خداوند هر دو را به فضل خویش بی‌نیاز می‌کند، زیرا خدا گشایش دهنده و حکیم است.